کجا می روی ای مرد مسلمان؟ وقتی که چنین مسخ خرافاتی و هزیان. طالب تو کجایی و جهان تا به کجا رفت؟ انسان به فضا رفت تو در خشتک و تنبان. یک بار یا محض خدا گوش به من کن، از عقل کمک گیر و کمی فکر بزن کن. این جبر حجاب و چادری صحبت مفته است، مونا همه از روی سیاست به تو گفته است. در مذهبشان مرد که در امن و امان است، زن بچه بیار و فرای لذتشان است. یک مرد مجاز است جا زن بگیرد، این سکس گروهی است یا قتل زنان است یا قیمت نان است. یک آه فقط در پی اندام زنان است، اندر کف یک صورت و یک سینه برانند. هی منتظر باد نشستند که شاید بالا ببرد رو کند آنچه پی آنند. ابلیس زمانند با اسم خدا صدرگ گردن ببریدند، بر جان جوانان وطن مرد دمیدند. ما بین زنان و قلم و مکتب و فرهنگ دیوار کشیدند، دیوار کشیدند. با حکم حجاب زن و اعدام رسیدند، با برقه به دور تن زن تار دنیدند. تا سر برود حوصله شهوت مردان، تا سر بخورند حرمت زن را که دریدند. در مذهبشان مرد که در امن و امان است، زن بچه بیار و فرای لذتشان است. یک مرد مجاز است جا زن بگیرد، این سکس گروهی است یا قتل زنان است یا قیمت نان است. یک آه فقط در پی اندام زنان است، اندر کف یک صورت و یک سینه برانند. هی منتظر باد نشستند که شاید بالا ببرد رو کند آنچه پی آنند. ابلیس زمانند صد کودک دختر به زر و زور خریدند، آن دخترکان را همه چون گرگ دریدند. هر کس به آواخواهی آنان به پا خواست، با حکم شریعت بر سر دار کشیدند، بر دار کشیدند.